سلام، جاتون خالی. اینجا شهر کاظمیه، حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حرم حضرت امام جواد علیه السلام. بعضیا شروع سفر اربعینی خودشون از بغداد و کاظمیه شروع میکنند و بعد همین مسیر رو تا کربلا پیاده میرن، گرچه بیشتر ایرانی ها شاید همون مسیر نجف کربلا رو مشی کنن و پیاده برن. خیلی ها معتقدن اینجا حال و هوای حرم امام علی ابن موسی رضا در مشهد رو داره. ما هم به نیابت از همه شما سلام میدیم به این دو امام بزرگوار و عرض میکنیم که السلام علیکما یا امامین الجوادین، و همچنین یه سلامی هم به نیابت به حضرت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم که السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. داخل حرم هم به شدت متراکم، انشالله ویدیوهاش هم تقدیم خواهد شد.